بعد میگردیم قدر امکان خدا خواهد گجایشی وقت. و شما عزیزان وعده کرده بودیم که درباره جنت و خدا خواهد زیبایی های جنت و میوه های جنت و دروازه های جنت و شما عزیزان هم صحبت شدیم. الله سبحانه و تعالی در چندین جایی قرآن کریم برای انشاءالله بندگان متقین، بندگان صالحش درباره انشاءالله خدا خواهد فضیلتی چی؟ انشاءالله یعنی جنت، بستان سرای برای ما شما وعده میکند. من سوره بروج آیت 11 الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. سوره بروج آیت 11 الله سبحانه و تعالی میگه البته شخصانی که ایمان میارن به یگانگی من و ایمان میارن به روز قیامت که آمدنی است، قیامت در آمدن قیامت یگان شک و شبهه نیست و عملهای خوب میکنن، نماز میخوانن، روزه میگیرن، زکات میدن، حج میکنن، فقط کارهای شایسته میکنن، لهم جنات برای اینها باغ است. معنای جنت این یک باغ است، باغ بخزان. میگه تجری من تحت الانهار، جاری میشه، میگه زیر همون درختاش هست جوی ها است، جوی شیر است، جوی عسل است، جوی آب است، انشاءالله جوی شراب است. عزیزان من ذالک فوز عظیم، این گفت بهترین مکافات است برای آدمان صالح. عزیزان من برای جنت بودنش ایمان آید انشاءالله خدا خواهد. بعضی نماز خوانده است که در گمان بدیدن که بعضی همین عقیده بدست، عقیده دشمنان اسلام است که در جنت دیدن از تو خوردن نیست. نعوذ بالله من ذلک. کسی که همین عقیده که اگر گوید که در جنت دیدن از تو خوردن نیست کافی بشود. عزیزان من نکار بریده میشود. این جنت الله برای ما شما آماده کرد به انواع هزارها ناز و نعمت که انشاءالله خدا خواهد. هزارها باغ‌ها هست، هزارها میوه ها هست، هزارها خدا خواهد انواع خدا خواهد ناز و نعمت که دخترای جنت، زنهای جنت برای ما شما آماده کرده است. میخریم میآشامیم. این تیپی سوره های قرآن است عزیزان من. اعتقاد کردی این شبهه دشمنان اسلام برای ایمان ما شما را از دست دادن هر گونه شعار را پرتافتگی است. ولی شعار است که گرد در دل است، گرد در دل است. نماز نخونیم، روزه نگیریم، خدا خواهد جنت میروی. رو تسیه بکی برود کبود. تا نماز نخوانی، تا عبادت نکنی، تا فرمان خدا پیغمبر نکنی جنت نمیروی. جنت جای خدا کی است؟ متقی ها، پرهیزکارا، خدا ترسا، عبادت کننده ها است. البخشیار است برای ما شما. از دین برو، از کوب نبرو. نعوذ بالله من ذلک. از دین که برو بدی کپت سوخت. زندگی چی نکرده؟ تو کافر شدی. اشیاره را نکنی. اشیاره همون نبود اشیاره است که بعدها کدام یک وقت یک نوازان گفته بود است که دیگه در جنت دیدن از تو خوردن نیست. نعوذ بالله من ذلک. در جنت خوردن است. انواع ناز و نعمت ها را الله برای ما شما چکار میکند؟ مناسب ببیند عزیزان من. من برای شما سوره خلافت انشاءالله متفقین در آیت است. خلافت برای شما میارم. استعیذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الابرار لفی نعیم. بندگانی که میگند پرهیزکار هستند، خدا ترس هستند، قلبشان خدا خود با نور ایمان پر است، البته اینا چیان در نعمتی بیشمار هستند. علی الارائک ینظرون. میگه اینها میگه در بارهای سوری ها شیشتگی هستند. اون سوری هایی که وای قیمتش از $1,000,000 بلند نیست.
اون سوریه هایی است که تمام وجودش از طلا و از این جوهر و از لؤلؤ است. اون سوریه ها به دیدن مواد اشمیره اون سوریه ها میگن در همون سوریه ها تکیه زننده انواع نعمت و نعمت خدا نشونش میداده. خدمتون رو یک یکی در بازارها مرگاه ها میشود برای تعامل از این میوهات شور دادن، همچنان دیگه در پیش چشمش هزارها ناز و نعمت چیده این جنتی میگه نشانش میدید. یعرفو فی وجوههم نضرة النعیم، میگه در آدم های جنتی در چهره هاشو چیه میبینی؟ آثار ناز و نعمت الهی را میبینی. میگه بینید برای ما شماست. یسقون من رحیق مختوم، در همون بالای تختای جنت شیشتگی هستن. میگه که غلمان نشود، بچه هایی که خدمت میکنن در جنت برای شما. میگن یک شرابا را در روی پروس ها گرفته میآیند که روحاشو پیچک کرده است. شراب پیچک کرده است. خیلی بالاش سلف تیم بگیم بعضی خلافت دنیا ترقی که شما میبینه بعد جامعه بالاش سرفن کشیدگی از گوشتار دیگه همچنان میگه خودی پیچه زدگی بالاش نمیگه شراب میارن. با مجردی میگه شراب مینوشد یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. بر مجردی میگه مینوشد آخرین قطره که در گلوش میرود از دهانش بوی مشک و عنبر میگه فوارت میزند. این خوردن نیست در جنت؟ این آشامیدن نیست برای شما عزیزان من. از کجا این عقیده کفره که در جنت خوردن نیست، در جنت فقط دیدن است. میخوری من زنهای جیمای زنهای جنت برای شما میگم. پیامبر صلی الله علیه وسلم اگر یک انسان بدن دخترای جنت یک جایه شود 40 سال خواب میرفته است. 40 سال در دوام 40 سال هلاکیش نمیدید است، نه اعضای زیرینش خراب میشده است. 40 سال مرده میگرد جیما میگرد. کتاب دقایق میگه در وقت جیما کردنی اهل جنتی ها 100 پهلوان قوت علامه داده است. فی اکلی و شربی و البتی، در خوردنم، در آشامیدنم، در جیما هم 100 پهلوان قوت میتید. مثل همین زنهای دنیا که جارده خوابی میکنید 40 سال به یک خارج خواب رفته است. وقتی که خانه نشده است از جاش نخست که با یک دختری هوری جنت استادگی است. میگفت است ما هم مناسب نیستیم بنده خدا با برای 40 سال دیگر خواب رفته است. بدید 40 سال دیگر نه حلاک شه بمیشه است. میخیست است که با یک دختری دیگر چهرهاش از خنده روشنی دنیا میگرفته است و این زنی همین دنیا که شما بوده است. و این نفت است که بنده خدا ما هم حق نداریم. حق داری البته و زنی خودتو با خوامرین عزیزان من 40 سال دیگر حلاکی تا نمیدانی. نیم ساعت اگر شما با زنها تو یک جایه شود نیم ساعت 10 دقیقه یا که یک ساعت چکر خودسن بشه. زنی شما خدا دهنش کلیست خودسن، خودی شما خودسن. اینها خدا خواهد 100 پهلوان قوت کنی جیما میکنی. این عقیده کفر فردا. زنهای شما هم جنت میدرایم با همراه شما اگر چی باشن عبادت کننده باشن، اگر خدا ترس باشن، حجاب کنن، از خدا ترسن، صدقاش به کوچه برن ممار پرتاین پیشی بندش محکم باشد، بندی دستاش بندی پاچکاش محکم باشد. این روشون به مدار هوی باشد، این ضریری ندارد. مقصد از رومار پرتافتنش خدا خواهد همچه مدر باره حجاب باشیم الان هم صبحش دیدیم یک ساعتی کاملا. خدا خواهد انشاءالله قلن خدا خواهد گردنکاش و خدا خواهد محکمت میتونن کوچه براید، میتونن دو جای را و خدا خواهد جای خطابیش نیست. لیکن عبادت کننده باشم البته فقط همراه شما چی جنت میران انشاءالله خدا خواهد. جنت محترم جماعت 8 دروازه دارد
برای شما خداوند دروازه های جنت بیان میکنم، چون فرصت نمیتونم ما خداوند، بلکه جمعه دیگر هم درباره جمعه هم صحبت بشیم، چون تا جان داریم الحمدلله وقت است خداوند، به شما عزیزان هم صحبت شدن میگیم خداوند. دیگه میشین من اکثر خداوند میوه های جنت، زیبایی های جنت به شما پر کاملا تا که شوق شما زیاد شود. این دشمن های اسلام شما را فریب نکند، هرگز فریب نکند. از نماز عبادت نمون، این مکافات برای شما است. این جنت یک باغ است، نگاه باغی به خزان است عزیزان من، باغ است که خزان نمیشود میوه هاش میشود. در جنت جوانی است عزیزان من، پیری نیست. شما پیر نمیشه دیگر، همه طور 33 ساله جوان انشاءالله خدا جنت بدرایه. در جنت خرسندی است، شادی است، غم نیست. غم نمیخیریم جنت، هیچ چی غم نمیخیریم، نه غمی گوشت نمیخیریم، نه غمی نون نمیخیریم، نه غمی پول نمیخیریم، همش مهیاست. مسکاس کردیش بیده، مسکاس کردیش بیده، نه دونی خدا همه شرایط مهیاست. قرآن خدا اسمان آتال میگه اگر انسان گندم یا انسان اگر انگور خواهش کند، سوره خدا خود الرحمن شما خونیم، انگور میگه نه دهنت خودش میآید. حتی خواهیدن برای بنده مهنت بدست. اما شما برای یک انگور خوردن اول میخردیم و میکنیم، میشویمش، تازهش میکنیم، دهن میکنیمش، میخوریمش، کچ میکنیم. خدا همین که آوش میکنه دهنت ندومده خدا خود لحظت میبرده. اونجا خدا خود در جنت زندگی مردن نیست، نمیمونی دیگر، هیچ وقت نمیمونه هیچ کس. حدیثی پیغمبر است وقتی که جنتی ها جنت میدرایند، دوزخی ها دوزخ دومده که میشوند، میارن میگد همون مرگ میگد به صورت یک قشقار میارنش بین جنت و بین دوزخ. جبرائیل میستن میگد ای جنتی ها اینا میشناسید چی است؟ دیگه نمید این مرگ است. دوزخی ها میشناسید چی است؟ همین مرگی است که شما در دنیا میکشیدید. اکن امروز من ذبح میکنم میکشمش، امروز عبارت دیگه اکن مردن نیست برای شما. خیال نگید که من دوزخ میدرم مثل زمانه سر کسرید مرد میشم جا تبتی خلاص نمیشه دیگه مردن نیست. آره نشمی خیلی عقیده که زندگی نکن، ابدی خدا قد عذاب میکشی. هر ساعت خدا میگه و تبدیل ما پوستای میگه دوزخی ها رو دیگرگون کردن میگیریم. سوخته خدا خیلی لوی میشه با از ناپس پیدا میشه. یا جنتی ها میگه در جنت مردن نیست عزیزای من. در جنت جوانی است، پیری نیست، پیر نمیشه. من این دنیا نخواهد 20 سال جوان میگردی، 24 را میگردی چی که دور میدی با دوره 4 سالی پیری سر میشه. ضعیفی ها، قامت خمی ها، روای بودی من میزنن، قدی خامت پس میزنن، اونجا پیر نمیشه عزیزای من. همیشه جوان نیست انشاءالله خواهد. یک کم پیر میگه نزد رسول الله اومد گفت یا محمد آیا من با جنت میدرام میدی؟ گفتم تو با جنت نمیدرایی. کمپیر میگه خفه شد، گفت کی؟ این محمد میگه تو جنت نمیدرایی. برفتن خبرش نبرفتن، صحابه بگیره گوش با این حالت جواب شده میدره جنت. من دروغ نگفتم، من طولش گفتم که این پیرکینه جواب شده جنت میدرایی. در جنت محترم جماعت خوردن و آشامیدن با مقاید نیست. در اون دخلاق شما توالت نمیشکنید، چونکه جنت جای پاک است. انسان چقدر یک تام دو تام افقاد خورده یک عرق پیدا میشده است، همون عرق به مشک و عنبر تبدیل میافته است انشاءالله. در جنت آب بینی نمیشود، بلغم نمیشود. خداوند نمازه دروازه جنت رفیقیتون چی کارا هست خداوند فرصت که جمعه دیگر با شما هم صحبت میشم انشاءالله. در جنت آبی بینی، بلغم توف نیست عزیزان من. جنت فقط جای چی هست؟ خوزنگر. در جنت فقط موی لبی سبز میشود، زیر بغل زیر ناف ما در چی مستورده کرده میستیم، خودمون آزاده میکنیم، این چیزا نمیشود. همه خلاقت مثل شیشه میشود، همه تازه خلاقت.
شما در همسراتون روش و روتون نبینه. همینکه اگر زن و شوهر بسته شما عکس در روی وای نبینه، وای عکس در روی شما ببیند. دخترای جنت وقت فکر نمیگرد. اگر دخترای جنت زیباییش در یک ساعت 70,000 لباس رنگ میزند نگرد. در وقتی که لباسش پوشیدگی باشم آبی که میخورد نگرد از گذونش گذشتنش میبینی. مغز نگرد پای استخوانای دخترای جنت از بالای لباس تماشا کرده است. خدا در قرآن میگه ما پیشی بری زنها را میگه خدا، این وقت خدا سخن شد، ما میگه پیشی بری زنها را. امروز برای بلند برداشته شو چی کارا میکنن زنها پیشی برداشتن، پتناشکش میمونن و اینش میکنن و ایش میکنن و ما میگه مثل ارار دایی میگه راست چی کرده میمونه. این برای شما هست عزیزان من. جنت همیشه جایست. جنت هرگز خدا خواهد کیرماه زمستان ندارد، یک خیر از جنت. چون که تمام جنت خدا خواهد وجودش از طلا و نقره و زبرجد و گوهر است عزیزان من. ببینید این عقیده های نادرست که شما زندگی نکنید خدا خواهد. عقیده های باطله که شما را فهم نکنند این کسی خدا خواهد طاقت نکنه شما. دائم انشاءالله خدا خواهد باوری کامل داشته باشه که انشاءالله جنت جای راحت است. خدا خواهد در اونجا نماز نمیخونی، در اونجا روزه نمیگیری عزیزانی من، اونجا عبادت نیست. عبادت این دنیا در خدا خواهد کار کرده بگیری. اینجا کار آنجا نخل بردار تا که شوی سرفراز از فضل غفار. حضرت مولانا میگه اینجا کار که میگه قیمت میگه میوهش میگه چی؟ در جنت گیر. دنیا مزرعة الآخرة، دنیا کیسلای آخرت است عزیزان من. همین دنیا ده میکاری، همین دنیا ده میچاشی. زراعتگاهی دنیا جای کشته، عبادت قیمت باقی بهشته عزیزان من. این عبادت ها آخرش چی است؟ خدا خواهد چی است؟ باقی بهشت از جنت است قیمتش. می دنیا ده نمونده نماز نمیخوانی خدا خواهد، اونجا روزه نمیگیری، اونجا خدا خواهد از پای پول گفته رسیه و استان یا پایین نمیدونی. اونجا همه شرایط مهیا است. خانه های پاشانیشی برای شما میکنن که یک ریشتش از طلا است، یک ریشتش از نقره است عزیزان من. یکی باوری داشته باشی. اگر فرمان خدا را بجا بیاری، من امروز فرمان جناب یاد کسانی که میکنن طرف می خدمت چه بجا میارن، امروز چی داده است؟ مکافات داده است. دادیم ماشین داده است، یک آردن ها داده است، یا در تلویزیون داده تعریف داده است. خدا هم همچنان مکافات های میبالی دارد. برای شما پیغمبرتان کمترین باغ در جنت 100 باغ داده بشته برای یک مومن. 100 باغ داده می شود. در جنت میگه یک درخت است، درخت است که تمام جنت میگه سایگیش فرا میگیرد. اگر زیر همون درخت میگه یک اسب خدا خود چرکان باشد 100 سال روادن با آخرش نمیرسد. 100 سال اگر باید اسب زیر خدا خود درختان سایه‌ای خدا خود جنت اگر سعی کنن میگه با آخرش نمیرسد عزیزان من. چنان جایی است خدا خود. به این خاطر طاعت کن، به این خاطر عبادت کن، به این خاطر شبها خیلی آبی دیده کن. جنت نمیدانیم با چی است خدا خواهد. من دیدار خدا برای شما یک جمعه صحبت میکنم. جنت این بهترین مکافات، این بهترین چیز دیدن الله است. الله هم ببینه ما امروز مشتاقه، ما عاشق همون ذاتیم که ما را از یک قطره به حرام آفرید. انشاءالله عاشق شبون رو دعا میکنیم. بزرگان گفتن جنت برای ما در کار نیست، ناز و نعمت در کار نیست، دیداری تو بس است. دیدارش طلب کن، هر روز در نماز دعا کن خداوندا اللهم ارزق فی جنت رؤیتک، پروردگارا نصیب بگردون منم در جنت دیدار اخت دیدن. همین میگه بنده ها میگه در عیش و عشرتن، یک بار میگه بام جمعه براید. دیگه خداوند شما در دنیا یک آرزو داشته، همون آرزوی شما چی بود؟ دیدن خدا بود.
انشاءالله این لحظه من بسم شما میرسونم، لحظه دیدن خدا و آیت کریمه تصدیق شده است عزیزان من. برای این وقت هم شده است انشاءالله. خدا اگر فرصت یاد خدا خواهد جمعه های آینده در همه شما عزیزان درباره جمعه خدا خواهد با کاملتاً، بلکه اگر خدا خواهد اثرها صحبت کنیم نه به پایان نمیرسونیم و یک زیباگی و یک خداوند ما شما برای رسوندن عاجزی میکنیم. لیکن قدر امکان از حدیث‌های صحیح، از خداوند روایت‌های صحیح و شامل شما عزیزان البته خداوند جنت و مکافات جنت شما البته به شما میرسونه. جمعه دیگر سوال دادگی بودم، بعضی برادران وقت گنجایش نداد، تست خداوند کوتاه جواب میدیم. یک برادران ایستادیان که ما از چند مسجد گذشته میاییم، مسجد هوشیار، آیا ما گناهگار میشیم؟ نه. من چندین کتابا را گفتم در این مسئله، یکان جواب نیافتم، با حرکت میکنم. لیکن فقط در کدام مسجدی که میگه باشنو باشید، ما در این مسجد هستیم. وقتی از آن گفته میشود از اون مسجد برمدنش مکروه. لیکن شما بیرون در مسجد هستین، در مسجد نیستین. خداوند کدام مسجدی که میریم انشاءالله خداوند خواهشی تو عبادت داره که ما گناهی نیست عزیزان من. این سوال دادیم که در اونجا بعد نماز شام آیا نماز نفل درست است؟ تو پی رسول الله نماز نفل فقط در دو موضع نمیشه خلاص عزیزان من. مسئله فقهی نه. نماز بامداد خوندن و تا برمدن آفتاب نماز نفل مکروه، بعد نماز اصل خونده شیدن بعد عزیزان من. اصلا میخونیم میشه خداوند بعدی همه تا نماز شام نماز نفل مکروه دیگه در کدام وقتش نماز خداوند نفل اجازه است خداوند انشاءالله. فقط وقتای نماز احتیاط میکنیم، نمازهای فرض نه خداوند وقت باشه توفیق رسول الله یا که تحیت مسجد خونی خود سنت است دور مدن زمان. اگر مبادا وقت نشازی باشد کلمه خداوند سبحان الله و الحمدلله و لا اله و الله اکبر هم گفت کفایه میکرد به نماز چی؟ تحیت المسجد عزیزان من کفایه میکرد. اگر مبادا وقت زیر باشد خداوند انشاءالله. دیگر وقتا نمازهای نفل سوال داده که دعا کردن بعدی فرض است بدی سنت خداوند اجماع علمای خداوند متأخرین بعد همه نمازها فرضا سنتاش خونده شدن بعد البته چی کرده میشه؟ تسبیح گفته میشود. آیت الکرسی خوندن در کار برادران اسلام. 33 مراتب سبحان الله، 33 مراتب الحمدلله، 33 مراتب الله اکبر، چهارم کلمه انشاءالله توحید کی لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو حی لا یموت بیدی الخیر و هو علی کل شیء قدیر. اگر خواهد نگه اگر چنین گناهش مثل خفی دریا باشدم الله سبحانه و تعالی مغفرت میکنه. حدیث صحیح است. ببین جوانه که روز میبینیم خداوند وقتی که نماز کردی که ادا کی شد تپر کجا میره یا تو برای چی تو این سنت هستی؟ این سنت یک دعا سنت است. دویم دعایی که قرآن خونده میشد باید مستحب است، ثواب است. وقت باید چین در خانه خدا چین خداوند گوش تو قرائت انشاءالله. کجا تو از قرآن میذاری؟ تا از ذکر میذاری؟ تا از کجا یافتی روسیا با همون جوانی بشدگی؟ من این جوانه میدونم که یکان داشت اکل دانشکده خوندگی نیست، یکان مدرسه خوندگی نیست. همه خداوند یک حدیث دو حدیث یاد گرفت کلانگری منظور ای خدا دوره خدا هیچ که دور نیست در دنیا. کجا نمیرم کوچه میبرید غیبت میکنی بر کوچه و کوچه میخوایی دامل آدم میخوانی من شنیده سادم چندین بزرگان عالمان اسلام سنگ انداخته شده خدا سنگت میزنه تا ای بی خدا خواهی ملا ها رو میکنی کافیرا با کافیرش یکان تا عیبیت شده بکابد. این مسلمان نیران باش همین است که خدا خواهد یک مدیرم کیاد بعد چی چه میکود عالم شو میکود چی داملا شو میکود چی پیشوا شو میکود. بدبختی از داری تو فتوا دادن که همه عیب دار است به خطا فقط خدا است. اگر تو کم بودی تا مگون میگد غیبت اگر اخلت تمام است کی گفتاری تو در غیبت حرام است. اگر عیبی تو بر تو گردد ظاهر کجا عیبی دیگران پردازی آخر. یا بار عیب دخل آخر ظاهر کنه در پیشنه به زیناگر دور بدی تا دینه عرق خود بدی آدم کش بدی
پیدا کنه بر میدونی این مستقلاقات مرده میدهید با خدا شکیتی پردر کرده خدا با عیب خلاقات جوی خلاقات آلیمان میکنی خدا نمیترسی این دشمن ها رو بینن این خلاقات یگانتش غربت نمیکنن یگانتش محتار نمیکنن این مسلمان رو چی دیگر میکابد نکاب خلاقات بی خدا خدا هست همه خطا داریم همه اگر من خدا اگر گناه ها ظاهر کنه گور عمران نمیتید بی خطا فقط الله هست ولی این خلافت ایچ سر میکن اینجا بعد این نماز عصر شام گفتیم دعا کردن قرآن خوندن البته اجازت است بزرگان اسلام بعد این نماز شام سوره واقعه خوندنش خلافت برادر سنت است کسی میگه بعد این نماز شام دائم آدم میکند سوره خلافت اذا وقعت الواقعه میخوند هرگز کم وقت نمیشود البته دعا کن البته قرآن خون البته انشاءالله از خداوند خدمت به الله سبحانه و تعالی ولی این هوشیار باشیم خدا خواهد آیا سوال شاید به ملا خدا کرد آورده دادن گیریم قدر امکان خدا خواهد این جمعه نتونیم جمعه دیگر خدا خواهد به دلیلای قطعی حرکت میکنیم چون که کورانه جواب نمیتونیم کتاب میبینیم خدا خواهد با عالمان خدا خواهد استادان مراجعت میکنیم قدر امکان یافته خدا خواهد شما نمیشه ساده جواب میدیم ولی همین خدا خواهد همیشه الله سبحانه و تعالی ما و شما نگهبان باشد همیشه خدا خواهد در غیرت باشیم یک برادر سحر در تشکیل اپیراسیون میشیده گفتن که یک دعا کنم پروردگارا همه جمعی بیماری که در انشاءالله بیمارخانه ها هستند الله سبحانه و تعالی این خدا خواهد برادری که از یا مادرمون از خواهرمون از فرزندمون از دادرمون از الله خدا خواهد صحت بوده است با سلامت از اپیراسی ها با موفقیت گذشتنش و نزد خاندان برگشتنش الله نصیب بدارد الله اکبر از دکترها یک سری مراجعت کردم برادر رو همین ما شما در کارت‌ها میشده از کارت‌های مدیسینی همون کارت‌ها رو برده تستر سپاریم بده این کارت‌ها رو هم یعنی خودی کارتش که برمیشده است در پاسپورت ها میدونده است آخر انشاءالله سال یکان هیچی که تاشکن یکان دیگر داریم ما دیلهوش که نمیرفتیم همون پاسپورت نمیشید است از همونجا خدا کامپیوتر که میدید است چی خیلی بیماری دیاگنوزش خیلی است برامین زودتر اسلام خدا خواهد به آزار نتیجه برده برای سلامتی ما و شما چون که آینده همه چیز خدا خواهد بچی میشه همه چیز بازده کامپیوتر میشه این مثبت اطفالت کشته سال است داریم آینده خدا خواهد همه چیز دراده میشه و کارت‌های پاسپورتی میگر میشه تمامی دنیا در دنیا میشود میزنه قرضداری بی قرضی می خدافت کود دوی می دیگری می خیلی بوده هم میگیره خدافت نشونه داده هم میگیره ولی همین سوال حرکت کنه خدافت ترک بعد ما برادری که خدافت در چشم شما هم شاهد هستیم وقتی خدافت در چشم مثال برای حمایه وطن خدافت حرکت کردن سعی کوشش کردن همین سود داشتن دعا کنیم از تهدید پروردگار همین برادرانم که البته پدرش و مادرش امروز خدا خواهد از فرزند شیرین‌تر چیز در دنیا نیست خدا همین سودای عالی هم خدا خواهد توفیق دید انصاف دید همین برادر رو زودتر خدا خواهد بر وطن گشت زودتر به خاندان نزد پدر مادر نزد فرزند عزیز گشتنش را الله نصیب بدارد بسم الله الرحمن الرحیم و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله پاک و پروردگار آنچه مسئله که ذکر کردیم اولا به هر یکی مایان عمل کردن را میسر بگردانی در دلهای مایان نور ایمان نور قرآن نور اسلام را جایگیر بگردانی خداوند آن جنتی که برای متقین وعده کردی پروردگار تمام مسلمانان دنیا را همون یعنی به جنت یعنی داخل شدن و مکافات‌های عالی داخل شدن و بهترین نعمتی دیدار خود است خداوند همه جمعی مسلمانان را خداوند از همون دیدار مشرف بگردانی و رحمت خودت بری از شفاعت جناب سرور عالم محمد صلی الله علیه و سلم ما را نصیب دار بگردانی بیماران اسلام خداوند خود شفای کامل قدردان اسلام خداوند خود از قدر رهایی بگردانی یعنی به فرزندان اسلام و فرزندهای صالح و صالح کرامت مثل هر جوان آمده است از دور پروردگار مبارک از فرزند داشتیم گفتن حضرت یک دعا کنیم
الله برای مخلوقات بهترین نعمت این فرزند است و ما نصیب گرداند. خداوند تمام بی فرزند اهل اسلام فرزندهای صالح از فضایل غیبی خود کرامت نمای پروردگار. آنانی که از ما گذشتن محتاج یک دعا هستند، قبرهاشون پر نور، آخرتشون خداوند خودت آباد بگردانی. آنانی که در سفر هستند، عزم سفر دارند، هر روز مثل کبوترها سیله برای بهبودی زندگی حرکت دارند. خداوند این مسافران سفرهای با قرار، صحت بردی سلامت، با کیسه های پول، با رویهای سرخ، نزد خاندان، نزد وطن عزیز برگشتنش را الله نصیب بداری. سوداگرا در سوداش، هنرمندا را در هنرش، کاسبا را در کسب و کارش، دهقانی را در دهقانیش، طالب علم را خداوند در این ماشو برکات عطا نمایی. خداوند در تمام دنیا تینجی، آرامی، خاطر جمعی، تنسیکی، صلح و امنیت را برقرار بداری. رئیس جمهورم خداوند خودت عمری دراز، رزقی فراخ، تنیسیت، از هر گونه آفتهای ارضی و سمایی در پناه خود نگهبان باشی. تمام خادمان حکومتم خداوند خودت توفیق شنا اله با رفیق بگردانی و این جمهوری ما شما را مثل جمهوری پوریخ داشتنش را الله سبحانه و تعالی یعنی میسر بگردانی. از این ناز و نعمتهایی که به ما دادی تا قیامت زوال مگردانی. پروردگارا این استقلالیت، این آزادی که برای ما نعمتی بسیار داد خداوند تا قیامت پایدار بداری. اللهم افتح بیننا و بین قومنا بالحق، انت خیر الفاتحین و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم